سلام، من محمد معین شاه مرادیم و خیلی خوش اومدید. این اولین قسمت دوره برنامه‌نویسی با پایتون هستش که توی این سری ویدیو قرار ما پایتون رو از صفر شروع کنیم و یاد بگیریم. این دوره هیچ پیش نیازی نداره و اگر شما تا حالا برنامه‌نویسی انجام ندادید و میخواید تازه مسیر خودتون رو با برنامه‌نویسی شروع کنید، میتونید به کمک این دوره این کار رو انجام بدید و پایتون رو یاد بگیرید. برای یادگیری پایتون ما قراره از سرفصل‌های دوره CS50P استفاده کنیم، دوره برنامه‌نویسی پایتون دانشگاه هاروارد که این دوره در واقع خیلی محبوب هستش و توسط پروفسور دیوید ملن داخل خود هاروارد تدریس میشه به صورت انگلیسی و رایگان هم هستش که قراره این سرفصل‌هایی که اینجا داریم از روی اینها ما هم پیش بریم و اگر که خواستید میتونید داخل آدرس cs50.harvard.edu بیاید و /python/2022 آخرش باشه بیاید و سرفصل‌ها رو بررسی کنید، توضیحات این دوره و روی هر کدوم از این سرفصل‌ها کلیک کنید میتونید ویدیوی انگلیسیش که توسط خود پروفسور تدریس شده و نوت‌ها و تمرین‌هاش رو هم بررسی کنید. برای این دوره ما باید دو تا ابزار رو نصب کنیم. اولین ابزارمون ویژوال استودیو کد هست که این یک آیدیه و به کمک اون قراره کد هامون رو بنویسیم. اگر که شما تازه قراره برنامه نویسی رو شروع کنید بهتون پیشنهاد میکنم با همین ویژوال استودیو کد کار کنید، چون که قراره توی این دوره هم ازش استفاده کنیم یه وقت به مشکلی بر نخورید. ولی خب اگر که قبلا تجربه داشتید میتونید از هر آیدی که خواستید استفاده کنید. و برای دانلودش کافیه به این آدرس code.visualstudio.com بیایید و اینجا براتون نسخه هاشو میاره که میتونید دانلود کنید. من اونجایی که سیستم عاملم لینوکس هستش برای من اینجا نسخه لینوکس رو آورده و شما اگر که نسخه های دیگه هستید اینجا در پلتفرمز رو که بزنید به اینجا میارتون و تمام نسخه هاش رو اینجا میتونید ببینید و دانلودش کنید و نصب کنید. بعد از نصب ویژوال استودیو کد میرسیم به خود پایتون و باید اون رو نصب کنید. برای اینکه دانلودش کنید و نصب کنید کافیه روی این گزینه دانلود کلیک کنید داخل خود آدرسش python.org و اینجا دکمه دانلودش هست که این پایینم نسخه های مختلفش رو گذاشته. اگر ویندوز هستید کافیه روی این کلیک کنید و اینجا اگر که اسکرول کنید این بخش Stable Releases شما میتونید ویندوز اینستالرش رو نصب کنید و دانلود کنید و نصب کنید، ازش استفاده کنید. خیلی راحت میتونید باهاش پایتون رو نصب کنید. بعد از نصب تمام این ابزارها شما باید ویژوال استودیو کد رو باز کنید و وقتی که باز میکنید تقریبا یه چنین صفحه‌ای باید ببینید و اگر که موستون رو بیارید این پایین و این پایین موس رو بکشید بالا یه بخش سومی هم اضافه میشه که قراره این سه بخش رو ببینیم که هر کدوم چیه و چه کاری انجام میده. این بخش بالا در واقع جایی هست که شما کد هاتون رو می نویسید و تغییرش میدید و این سمت چپ که به صورت ستونی هستش فایلاتون رو نشون میده، بتونید بازشون کنید، حذفشون کنید اگه خواستید، فایل جدید درست کنید که قراره این کار رو جلوتر انجام بدیم. و این پایین هم ترمینال هستش که شما با نوشتن یه سری دستورات میتونید یه سری کارها رو انجام بدید، اجرا کردن فایل های پایتونی، ساختن فایل، حذف کردن فایل، ساخت پوشه و چه این کارهایی رو میتونید باهاش انجام بدید. خب حالا برای اینکه برنامه اول پایتونمون رو بنویسیم اول باید خب اینجا روی اوپن فولدر کلیک کنیم و یک پوشه رو که میخوایم داخلش فایل های پایتونیمون قرار بگیره رو انتخاب کنیم که من اینجا یک پوشه به نام هوش پرو دارم، این رو باز میکنم و وقتی که این صفحه باز بشه یه خورده ممکنه طول بکشه. شما این بخش به این شکل در میاد
و حالا اگر کلیک راست کنید میتونید از طریق دکمه نیو فایل یک فایل جدید باز کنید و یک اسم براش بذارید. مثلا من اسمشو میذارم hello.py. فایل های پایتون آخرش باید با نقطه py تموم بشه تا به عنوان یک فایل پایتونی شناخته بشه. وقتی که من اینتر زدم فایل ساخته شد و این بخش فایل برام باز شد. الان میتونم من داخل فایل hello.py کدهای پایتونیم رو بنویسم. و اولین برنامه‌ای که می‌خوایم بنویسیم اینه که برامون پرینت کنه hello world. اولین کاری که توی همه زبان‌های برنامه‌نویسی معمولاً انجام میشه. برای این کار کافیه شما بنویسید print پرانتز رو باز کنید و داخلش دابل کوتیشن قرار بدید و بنویسید hello world. خب این اولین برنامه‌مونه. حالا چجوری میتونیم این برنامه رو اجرا کنیم؟ برای اجرا کردنش کافیه داخل ترمینال بیایید و بنویسید پایتون و بعدش بنویسید اسم فایلتون رو بنویسید که اسمش هست hello.py و میبینید که به خوبی داره کار میکنه و برنامه من اجرا شد و hello world رو به من نشون داد. اگر که زمانی اینو اجرا کردید و گفت که پایتون رو نمیشناسه با اینکه نصب کردید، ممکنه شما نیاز باشه که بنویسید پایتون 3 و بعد اسم فایلتون رو بنویسید و باز هم برای منم کار میکنه. اگر که باز هم کار نکرد اون موقع یه مشکلی موقع نصبتون داشتید و بهتره که دوباره نصب کنید و تنظیماتش رو به خوبی انجام بدید. این اولین برنامه‌مون بود و حالا میخوایم با مبحث تابع ها آشنا بشیم. تابع چیه و چه کاری رو انجام میده؟ هر چیزی که یه سری کارها رو برای ما انجام میده بهش میگن تابع و هر تابع یه سری کار انجام میده. وقتی صداش میکنیم اون کارها رو به ترتیب برای ما انجام میده. مثلا این پرینتی که اینجا نوشتیم خودش یه تابع است و کارش اینه که هر چیزی که بهش دادیم رو برای ما نشون بده وقتی برنامه اجرا شد و هر تابع به همین شکل یه کاری داره، یه کار منحصر به فرد و اون رو برای ما وقتی صداش کردیم انجام میده. و اگر که خب بخوام یه مثال دیگه‌ای براتون بزنم، فرض کنید یک رنده یه تابع است. کاری که انجام میده اینه که هر میوه‌ای رو بهش میدیم برای ما خورد میکنه و خروجیش اون میوه خورد شده است. به این شکل تابع ها کار میکنه. و حالا این تابع ها همونطور که گفتم یک ورودی و خروجی داره. ورودیش اطلاعاتی هن که بهش میدیم تا کار خودش رو روشون انجام بده. خروجیش اطلاعاتی هستن که بعد از انجام دادن کاراش به ما برمیگردونه. مثلا این پرینت ورودیش این hello world هستش که اینجا داخل پرانتز بهش میدیم و خروجیش اون hello worldیه که وقتی اینجا برنامه رو اجرا کردیم. بذارید دوباره بنویسم پایتون hello.py. خروجیش این hello worldیه که اینجا وقتی برنامه اجرا میشه برای ما نشون میده. و حالا یک مبحث دیگه ای داریم به نام باگ و میخوایم ببینیم که باگ چی هستش. فرض کنید من اینجا این برنامه رو نوشتم و آخر سر یادم رفت پرانتزش رو ببندم و اگر که سیو کنم برنامه رو میبینید خودش اینجا VS Code برای من این پرانتز رو قرمز کرده و این گوشه هم قرمز شده و میگه یه مشکلی هستش اینجا. ولی اگر برنامه رو اجرا کنم میبینید که به من یک ارور نشون میده و میگه syntax error پرانتز باز was never closed. هیچ وقت بسته نشدش این پرانتز و به اینا میگن باگ. باگ در واقع مشکلاتیه که برنامه شما ممکنه داشته و این مشکلات ممکنه نوعای مختلفی داشته باشه که حالا تو قسمت‌های بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنیم. ولی خب سینتکس ارور در واقع باگیه که مشکل از کدتونه، یعنی شما برنامه نویس یه جایی رو اشتباه نوشتید و به همین دلیل به این مشکل برخوردید. خب حالا که با این مباحث آشنا شدیم بریم برنامه‌مون رو
یه خورده بیشتر پیش ببریم و کاری که میخوایم بکنیم این دفعه به جای اینکه بنویسیم hello world میخوایم از کاربرمون اسمش رو دریافت کنیم و این اسمی که دریافت کردیم رو بهش سلام بدیم. مثلا بنویسیم hello و اسم کاربرمون هر چیزی که بود. من این ترمینال رو پاک کنم و حالا اینجا برای اینکه اسمش رو دریافت کنیم از یک تابع جدیدی باید استفاده کنیم که من قبل از این پرینت کافیه بیام و از تابع اینپوت استفاده کنم. اینپوت چه کاری انجام میده؟ تابع اینپوت کارش اینه که از کاربر ما وقتی برنامه اجرا شد یک ورودی رو دریافت کنه. وقتی اینپوت اجرا بشه برنامه صبر میکنه تا کاربر ما یک چیزی رو وارد کنه و اینتر رو بزنه، بعد ادامه برنامه اجرا میشه. الان من اگر که این اینپوت رو اینجا بنویسم بهش یه ورودی هم میتونم بدم و سوالم رو اینجا بنویسم. مثلا بنویسم What's your name؟ بگم اسم شما چیست و الان اگر که این رو اجرا کنم ببینیم تا اینجا چه اتفاقی افتاده. من اگر برنامه‌ام رو اجرا کنم، اگر دیدید من پایتون hello.py رو دیگه ننوشتم، خودش برای من اینجا آورد. شما میتونید با فلش های بالا و پایین روی کیبوردتون بین دستورهای قبلیتون جابجا بشید. که من کلید فلش رو به بالا رو بزنم دستور قبلیمون رو میاره و اینتر میکنم. این برنامه اجرا شد و پرسید What's your name و صبر کرد، دیگه پرینت رو اجرا نکرده هنوز. من اینجا اگر که اسمم رو وارد کنم اینتر بزنم بعد پرینت رو برای من اجرا میکنه. خب مرحله بعدی چیه؟ این که داخل پرینت به جای ورد ما این اسمی که اینپوت برای ما گرفته رو پرینت کنیم. حالا چجوری بهش دسترسی داشته باشیم؟ خب اینپوت این اسم رو برای ما گرفت ولی خب باید یه جا ذخیره‌اش کنه که ما بعداً بتونیم ازش استفاده کنیم. برای اینکه ما یک سری اطلاعات رو ذخیره کنیم از متغیرها یا وریبلز استفاده میکنیم که به چه شکل هستن؟ یک متغیر یک ظرفیه، یک ظرف خالیه که ما میتونیم اطلاعات رو داخلش ذخیره کنیم که بعداً برنامه‌مون بتونه از اینا دوباره استفاده کنه. وقتی که ما از متغیر استفاده نکنیم خب این اینپوت اسم رو میگیره و هیچ جا ذخیره‌اش نمیکنه و پس بعداً دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. خب برای اینکه از متغیر استفاده کنیم کافیه که بیایم قبل از اینپوت یک متغیر تعریف کنیم. به چه شکل؟ متغیرها یک اسم میخوان و اسم این متغیر رو من میتونم بذارم name از اونجایی که اسم کاربرم رو قرار داخلش ذخیره کنم و بعد یک مساوی بذارم و به این شکل متغیر رو تعریف کرد. حالا این مساوی یعنی چی؟ این مساوی به معنای مساوی ریاضی نیست و معنیش اینه که این سمت راست هر چیزی رو که دریافت کردی، هر اطلاعاتی که دریافت شد اینو بریز سمت چپ و داخل متغیر name برای من ذخیره کن که بعداً اگر که name رو صدا زدم این اطلاعاتی که داخلش هست رو به من نشون میده. اطلاعاتی که داخلش هست چیه؟ اسمیه که از کاربرم دریافت کردم. حالا چجوری ازش استفاده کنیم؟ بیایید من بنویسم اینجا hello name و ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگر که برنامه رو اجرا کنم و اسمم رو بهش بدم میبینیم که میگه hello name، خود name رو پرینت کرد و مقداری که مقدار متغیر name که اسم من باشه رو پرینت نکرد برام. حالا اگر به جای name بیام اسمم رو بنویسم به نظرتون چی میشه؟ اجراش میکنم، اسمم رو بهش میدم، میبینیم که کار میکنه. ولی خب مشکل اونجاییه که اگر یه اسم دیگه بهش بدم مثلا هری، اون موقع بازم میگه هلو موین. پس میبینیم که به این شکل ما نمیتونیم استفاده کنیم، باید حتما متغیر استفاده کنیم و مقداری که داخلش ذخیره شده رو اینجا پرینت کنیم. خب برای این کار ما چند تا روش داریم که میخوایم ازشون استفاده کنیم. اولین روشی که میتونیم استفاده کنیم چیه؟ اینکه بیایم و از علامت به علاوه استفاده کنیم و با این کار بیایم و پرینتش کنیم. یعنی چی؟ ما اینو داریم اینجا هلو و کاما، بعد از دابل کوتیشن بیایم یک به علاوه قرار بدیم و بعدش بنویسیم نیم. الان اینجا چه اتفاقی افتاد؟ پرینت میاد این مقداری که داخل دابل کوتیشن هست رو برای ما پرینت میکنه. بعدش به علاوه گذاشتیم، یعنی بیا
علاوه بر اون هر چیزی سمت راست به علاوه بود رو پرینت کن و اینجا نیم رو قرار دادیم که بگیم مقدار این نیم رو برای ما پرینتش کن. حالا اگر برنامه رو اجرا کنم و اسمم رو وارد کنم میبینیم که به خوبی میگه هلو موین و اگر که یه اسم دیگه هم بهش بدم باز هم میبینیم که میگه هلو هری. میبینیم که به خوبی کار میکنه. خب حالا بیاید یه روش دیگه هم بهتون نشون بدم که روش واقعا خوبی نیست ولی خب نشون میدم که چون جلوتر قراره بازم یه کاری روش انجام بدیم. ما خب میتونستیم بیایم 2 تا پرینت استفاده کنیم و توی پرینت دوم نیم رو بنویسیم. الان باز هم کار میکنه و اسمم رو بهش بدم میبینیم که اجرا شد ولی خب میبینیم که هلو کاما رو نوشت و خط بعد اومد موین رو نوشت اسمم رو. چرا این اتفاق افتاد؟ خب پرینت ها، تابع های پرینت کاری که میکنن اینه که بعد از نوشتن هر چیزی که بهشون دادیم یه دونه اینتر میزنن. یعنی این پرینت اول وقتی نوشت هلو کاما و یه دونه فاصله اومد و آخر سر کارش که تموم شد یه دونه اینتر زد و این پرینت برای همون توی خط بعد موین رو پرینت کرد که حالا جلوتر قراره یه روشی استفاده کنیم که این اینترها رو جلوش رو بگیریم. خب حالا چیکار میخوایم بکنیم اینجا؟ همون که گفتم قراره بیایم و این اینتر رو جلوش رو بگیریم. به چه شکل؟ خب پرینت علاوه بر اطلاعاتی که میخواد پرینت کنه یه سری آرگومنت ها و ورودی ها میگیره که به کمک این ورودی ها میتونیم یه سری تنظیمات رو روش انجام بدیم. برای مثال بذارید که این پرینت رو هم داشته باشیم. یک آرگومنتی میگیره به نام end و من چجوری میتونم چند تا آرگومنت بهش بدم؟ با کاما. یعنی من این هلو رو بهش دادم، یه دونه کاما اینجا میذارم و آرگومنت بعدیم رو مشخص میکنم که به این شکل میتونم بنویسم end مساویه و دابل کوتیشن بذارم. حالت دیفالتش به این شکله، یعنی شما اگر مشخصش نکنین خودش از این استفاده میکنه. که بک اسلش n یعنی چی؟ بک اسلش n اگر که قبلا بهش برخورده باشید به معنای اینتر هست، یعنی نیو لاین، خط جدید. و این از این در واقع پراپرتی میفهمید که پرینت در نهایت کاری که انجام میده بعد از نوشتن تمام اطلاعات میاد و یه دونه خط جدید رو پرینت میکنه، یعنی اینتر، همون اینتر زدن و رفتن به خط بعد. که ما میتونیم اینجا به جای بک اسلش n هر چیزی که خواستیم بذاریم. اگر که من اینجا 3 تا علامت سوال بذارم و برنامه رو اجرا کنم میبینید که هلو کاما رو پرینت کرد و آخرش 3 تا علامت سوال گذاشت به جای اینکه بره خط بعد. پس ما میتونیم اینجوری بگیم که بعد از اینکه پرینت تموم شد چه کاری انجام بده. که من اینجا به جای 3 تا علامت سوال میتونم بیام و خالی بذارم اون دابل کوتیشنش رو و الان اگر که اسمم رو وارد کنم میبینید که هلو موین رو به خوبی داره انجام میده، چون خالی گذاشتم هیچ کاری نمیکنه، یعنی دیگه نمیره خط جدید. خب حالا این از این روش بعدی که میخوایم بررسی کنیم به همین شکله که چند تا ورودی بدیم بهش. پرینت میتونه چند تا ورودی هم پشت سر هم پرینت کنه، یعنی اینجا کاما رو که گذاشتیم دوباره بیایم بهش ورودی بدیم، یعنی خود نیم رو به جای به علاوه که روش اولمون بود به این شکل چندین ورودی بهش بدیم و همه رو به ترتیب پرینت میکنم. الان اگر که برنامه رو اجرا کنم میبینید که انجام شد پرینت من، ولی یه نکته ای داره. اینجا به جای یه دونه فاصله 2 تا فاصله داریم بین هلو کاما و موین. که دلیلش چیه؟ خب دلیلش اینه که وقتی که پرینت بهش چندین ورودی میدیم و با کاما جدا میشه، برای اینکه پرینت بشن اونا خودش میاد اتوماتیک بین اینا یه دونه فاصله میذاره و یه دونه فاصله هم که خودم گذاشته بودم اینجا، پس میشه 2 تا فاصله. پس من میتونم این فاصله ای که خودم گذاشتم رو پاک کنم و حالا اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینیم که این دفعه یه دونه فاصله داریم اینجا و این دفعه قبل 2 تا بودش. خب ما این فاصله گذاریه هم میتونیم خودمون تغییر بدیم. به چه شکل؟ خب ما با
آرگومنت end آشنا شدیم و حالا میخوایم با یک آرگومنت دیگه ای به نام sep جدا بشیم که مخفف separate هستش و یه کاما من میذارم بعد از name و sep رو می نویسم و چیزی که میخوام بهش بدم چیه؟ حالت عادیش به این شکله. sep یه دونه داخل دابل کوتیشنش یه دونه فاصله هست و میتونین حدس بزنین که کارش چیه؟ کارش اینه که ورودی ها رو از هم دیگه جدا کنه. یعنی این هلو کاما رو که نوشت بعدش یه دونه فاصله بذاره بعدش نیم رو بنویسه. همین چیزی که اینجا اتفاق افتاد و ما اینو میتونیم با سپ عوضش کنیم. مثلا من تا علامت سوال اگر بذارم و دوباره برنامه رو اجرا کنم میاد و بین ورودی اولم که هلو کاما هستش و ورودی دومم که اسمم هستش 3 علامت سوال قرار میده و اینو میتونید تغییر بدید. من میتونم برای مثال اینجا خالی بذارم، یعنی هیچ کاری نکنه و خودم اینجا دستی یه دونه اسپیس قرار بدم. الان اگر که اجراش کنم یه دونه اسپیس برای من میذاره و اون اسپیس همینیه که اینجا خودم قرار دادم و خودش دیگه بینشون اسپیس نمیذاره چون اینجا گفتم سپ بهش خالی باشه و هیچ کاری انجام نشه. و حالا میرسیم به اینکه یه روش سومی هم داریم، اونو ببینیم که به چه شکل است. البته با اون روشی که 2 پرینت استفاده کردیم میشه روش 4. به چه شکل؟ ما میتونیم از فرمتد استرینگ استفاده کنیم به این شکل که ما قبل از اینکه دابل کوتیشنمون رو قرار بدیم یه دونه F قرار بدیم و داخل همین دابل کوتیشن آکولات باز کنیم و داخلش اسم متغیرمون رو بنویسیم و باز هم این روش به خوبی کار میکنه. اگر من برنامه رو اجرا کنم میبینید که به خوبی داره کار میکنه. حالا خوبی این روش چیه؟ فرض کنید شما چندین متغیر داشتید و میخواستید پرینت کنید. مثلا من هلو کاما رو داشتم، بعدش میخواستم حالا با به علاوه نیم رو پرینت کنم، بعدش دوباره یه به علاوه بذارم داخل دابل کوتیشن بنویسم برای مثال ایج و بعدش دوباره ایج رو از داخل یک متغیری به نام ایج پرینت کنم که الان چون متغیر ایج رو ندارم به من ارور داد. ببینید چقدر در واقع این کدمون بد شد، کلی به علاوه کوتیشن. ولی خب اگر که بخوام همین کار رو با فرمت استرینگ انجام بدم کافیه که داخل همین دابل کوتیشن متغیرامو تعیین کنم. اینجا می‌نویسم نیم، بعدش میتونم مثلا بنویسم ایج 2 نقطه و دوباره آکولات باز کنم. اگر متغیری به نام ایج داشتم اینجا بنویسمش. یه خورده تمیزتر میشه کدمون با فرمت استرینگ و کارمون راحت تر میشه. و این افی که قرار میدیم دقیقا میاد میگه که این استرینگ من که حالا جلوتر مفهوم استرینگ هم قراره بفهمیم، میاد میگه این عادی نیستش و داخلش یه سری متغیر استفاده شده. پایتون میفهمه و میاد اینا رو جایگذاری میکنه، یعنی میاد این نیم رو پیدا میکنه و به جاش مقدار این متغیر رو قرار میده. و حالا همونطور که کلمه استرینگ رو به کار بردم میخوایم ببینیم که استرینگ چی هستش. استرینگ در واقع به همین کاراکترهای پشت سر هم گفته میشه. تمام کاراکترهای انگلیسی، فارسی، اعداد به صورت پشت سر هم، کلمات، جمله ها، به همه اینا رشته یا استرینگ گفته میشه که برای مشخص کردنشون هم دقیقا این دابل کوتیشن هایی که اینجا گذاشتیم استفاده میشه. یعنی هر چیزی که بین 2 دابل کوتیشن قرار بگیره، اولش یه دابل کوتیشن به این شکل، آخرش هم یه دابل کوتیشن به این شکل باشه، هر چیزی بینشون باشه استرینگه و تمام اینا استرینگ هستش. همین what's your name هم که اینجا نوشتیم استرینگ به حساب میاد. خب ما تا اینجا اومدیم. حالا یه کار دیگه ای هم که قراره انجام بدیم اینه که بیایم و بنویسیم اول از همه به چه شکل hello friend و ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگر که اینجا بنویسم hello friend hello friend و حالا این خط بالایی رو هم نمیخوایم، من پاکش میکنم
این اف استرینگش هم نمیخوایم چون خیلی عادی نوشتیم هلو فرند. اجراش میکنم میبینیم که کار میکنه. حالا فرض کنیم من این فرند رو میخوام تاکید کنم روش. به چه شکل؟ بیام و اینو بذارم داخل دابل کوتیشن به این شکل و به این شکل پرینتش کنم. شاید بخواید روی یه چیزی تاکید کنید باید بذاریدش داخل دابل کوتیشن، یا اینکه بخواید نقل قول انجام بدید. خب نقل قول همونطور که میدونید وقتی یه جمله رو از کسی نقل قول میکنیم باید داخل دابل کوتیشن قرار بگیره. یکی از قوانین گرامر انگلیسی هستش. الان اگر که من اینو اجرا کنم به من ارور میده چون که اومدم از دابل کوتیشن استفاده کردم و این دابل کوتیشن اولی هم جزو خود دستوره و اینا رو با هم قاطی میکنه. نمیدونم کدوم جزو دستوره کدومش رو میخوام پرینت کنم. حالا راه حل چیه؟ یکی از راه حل‌ها اینه که به جای دابل کوتیشن از تگ کوتیشن استفاده کنم برای خود استرینگم به این شکل. یعنی بیرونی ها رو تگ کوتیشن بذارم و داخلی ها رو دابل کوتیشن بذارم به این شکل. اون دابل کوتیشن های داخلی به راحتی پرینت میشه و همونطور که میبینین اینجا فرند داخل دابل کوتیشن پرینت شد. یا برعکس اگر که میخواید تگ کوتیشن رو پرینت کنید خب بیرونی ها دابل کوتیشن باشه، داخلی ها که پرینت قرار بشه تگ کوتیشن باشه. و حالا یه روش دیگه ای هم هست. اگر که نخواید از سینگل کوتیشن یا همون تگ کوتیشن استفاده کنید میتونید بیایید قبل از این دابل کوتیشنی که قرار پرینت بشه یک بک اسلش بذارید به این شکل و این میاد و به پایتون میگه که این دابل کوتیشنی که اینجا هست رو میخوام پرینت کنم و به عنوان دستور در نظر نگیرش. الان اگر برنامه رو دوباره اجرا کنم میبینید که به خوبی داره این برنامه من اجرا میشه. خب ما چنین کدی نوشتیم که اسم کاربر رو میگرفتیم توی یک متغیری به نام نیم ذخیره میکردیم و اونو پرینت میکردیم. مینوشتیم هلو کاما و بعد اسمی که وارد شده رو پرینت میکردیم و با یک در واقع چیزی به نام استرینگ آشنا شدیم که گفتیم استرینگ چیه؟ تمام کاراکترهای پشت سر هم به این شکل اسپیس، کاراکترها، اعداد و همه اینا به صورت پشت سر هم رو بهشون میگن استرینگ یا رشته. و حالا قراره بیشتر با این استرینگ آشنا بشیم و یه سری متدها رو قراره باهاشون آشنا بشیم. قبل از اینکه کاری انجام بدیم بیایم برنامه رو اجرا کنیم. من می‌نویسم پایتون و اسم برنامه‌ام هست hello.py. اینتر که میزنم اسم از من میخواد، می‌نویسم اسمم رو، ببینیم که کار میکنه. حالا یه بار دیگه اجرا میکنم. این دفعه دستم میخوره مثلا چند تا اسپیس میزنم و بعد اسمم رو وارد میکنم. ببینید که اینجا به این شکل داره نشون داده میشه و یه خورده شاید در واقع این به شکل نامناسبی نشون داده بشه. ما میتونیم از متدها استفاده کنیم و جلوی یه سری چیزهایی مثل همین اسپیس های اضافه رو بگیریم. به چه شکل؟ من میام و چیکار میکنم؟ از یک متدی به نام استریپ استفاده میکنم. متد استریپ روی استرینگ ها در واقع کار میکنه و کاری که میکنه میاد اسپیس های قبل و بعد که اضافه هستن رو پاک میکنه. برای استفاده از این متد کافیه که من بیام اینجا توی یک خط دیگه بنویسم name مساوی با name.strip. متدها رو به این شکل استفاده میکنیم. یک نقطه میذاریم و اسم اون متد رو مینویسیم و پرانتزهاشو قرار میدیم. الان اینجا چه اتفاقی افتاد؟ من میگم بیا متد استریپ رو روی مقداری که داخل نیم ذخیره شده انجام بده و بعد مقدار جدیدی که به دست آوردی رو دوباره بریز توی نیم و جایگزین کن و میاد این کار رو برای من انجام میده. حالا اگر که بیام و برنامه رو دوباره اجرا کنم و کلی اسپیس بزنم و اسمم رو وارد کنم میبینید که این دفعه فقط یه دونه اسپیس خورده اینجا که اونم همون اسپیسیه که اینجا موقع پرینت زدن استفاده کردم. حتی بعدش هم اسپیس بخوره اونا رو هم حذف میکنه ولی چون اینجا زیاد معلوم نمیشه خب مشخص نیستش. پس با متد استریپ آشنا شدیم و کارکردش اینه که میاد اسپیس های اضافه در واقع همون وایت اسپیس بهشون میگن، اینا رو میاد از قبل و بعد استرینگ ما حذف میکنه.
حالا یه بار دیگه من برنامه رو اجرا میکنم و این دفعه اسمم رو مینویسم و اگر دقت کرده باشید این دفعه با ام کوچیک نوشتم و همونطوری که میدونید اسامی توی انگلیسی حرف اولشون باید بزرگ باشه. این یک قانون گرامر انگلیسی هستش. ما میتونیم این رو هم در واقع مدیریت کنیم که اگر یه وقت کاربرمون اسمش رو با حرف کوچیک وارد کرد، باز هم حرف اولش رو خودمون بیایم اتوماتیک بزرگ کنیم. برای این کار چیکار میکنیم؟ از یک متد دیگه استفاده میکنیم. به چه شکل؟ دوباره میام توی یک خط دیگه و به همون شکل میگم name مساوی با name dot از متد کپیتالایز استفاده میکنم. متد کپیتالایز میاد و حرف اول استرینگ من رو به حرف بزرگ تبدیل میکنه. یعنی من اینجا ام کوچیک بزنم تبدیلش میکنه به ام بزرگ. بیایید حالا امتحانش کنیم. اینجا الان چه اتفاقی افتاده؟ گفتم نیم هر مقداری داخلش بود کپیتالایز رو روش اجرا کن و بعد دوباره مقدار جدیدی که به دست آوردی رو جایگزین کن توی متغیر نیم. الان اگر که دوباره برنامه رو اجرا کنم و اسمم رو با ام کوچیک بنویسم، می‌بینین که خودش اتوماتیک میاد و ام رو برای من اینجا به حرف بزرگ می‌نویسه و این موسمون هم مثل اینکه نمیخواد سلکت کنه. دیدید که اینجا ام بزرگه ولی این بالا که خودم در واقع نوشتم با ام کوچیک نوشته شده. حالا یه بار دیگه من برنامه رو اجرا میکنم و این دفعه هم اسممو مینویسم هم فامیلیم شاه مرادی. میبینید که اسمم امش بزرگ شد ولی خب فامیلیم اسش هم کوچیک نوشته بودم اون بزرگ نشد. دلیلش چیه؟ خب باید بگم که متد کپیتالایز میاد و فقط حرف اول کلمه اول استرینگتون رو با حرف بزرگ مینویسه. برای اینکه این فامیلی من شاه مرادی اسش بزرگ بشه میتونیم به جای کپیتالایز از یک متدی به نام تایتل استفاده کنیم که این متد میاد و حرف اول تمام کلمات داخل استرینگتون رو با حرف بزرگ مینویسه و اینطوری اگر که با متد تایتل این کار رو انجام بدید تمام کلمات داخل استرینگتون میاد حرف اولش به حرف بزرگ تبدیل میشه. الان اگر که دوباره برنامه رو اجرا کنم و اسم و فامیلم رو بهش بدم میبینید که جفتشو میاد با حرف بزرگ مینویسه. یه بار دیگه اجرا میکنم، یه سری اسپیس هم میزنم، بعدش اسم و فامیلم رو میدم، این دفعه فامیلیم رو با همون حرف بزرگ مینویسه. میبینید که به خوبی داره کار میکنه، اسپیس ها رو حذف میکنه و اگر که حرف اول اسم یا فامیلم هم کوچیک باشه اونا رو تبدیل به حرف بزرگ میکنه. این هم تا اینجا و حالا میایم و با یک متد دیگه آشنا میشیم. البته قبلش بیایید چیکار کنیم؟ این کدمون رو یه خورده میتونیم بهینه تر بنویسیم. من میتونم به جای اینکه اینجا توی 2 خط این کار رو انجام بدم چیکار کنم؟ بیام این خط رو پاک کنم و بیام جلوی همین دات استریپ بعدش دات تایتل رو قرار بدم. یعنی دات استریپ رو انجام بده بعد دات تایتل رو انجام بده، به ترتیب اینا رو انجام بده. یا حتی از اون راحت تر چی میشه؟ اینکه بیام جلوی همین اینپوت بنویسم دات استریپ و بعدش هم دات تایتل. به این شکل من میتونم بیام و کدم رو کوتاه‌تر کنم و ساده تر بنویسم. و حالا این بود تمام در واقع چیزایی که باید راجع به استریپ و تایتل میدونستید. و حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم با یک متدی به نام اسپلیت آشنا شیم. فرض کنید من به عنوان کاربر میام اسم و فامیلم رو وارد میکنم و حالا داخل برنامه میخوایم چیکار کنیم؟ اسم و فامیل رو که دریافت کردیم فقط اسم کوچیک رو نشون بدیم، یعنی فامیلی رو نشون ندیم. برای این کار ما میتونیم از اسپلیت استفاده کنیم. اسپلیت میاد و به شما این اجازه رو میده که استرینگتون رو از یک جایی نصف کنید. به چه شکل؟ من میام اینجا در واقع اسم رو گرفتم، میام تو این خط میگم که name dot split و اسپلیت داخل پرانتزش یک ورودی میگیره، میگه که میخواید با توجه به چی این استرینگتون نصف شه، این نیم رو میخواید چجوری نصف کنی. من این خط پایینتر میام اسممو مینویسم. این اسم من چیزیه که اونجا به عنوان ورودی بهش میدم. اسم و فامیل رو اگر دقت کنید با چی جدا شده؟ با یه دونه فاصله جدا شده. پس
منطق رو اگر که دقت کنید این میشه که من میتونم بگم هر جا که فاصله دیدی بیا سمت چپش رو جدا کن و سمت راستش هم جدا کن و یه جا ذخیره کن. سمت چپش میشه اسم من، سمت راستش میشه فامیلی. و حالا برای اینکه این کار رو انجام بدیم چیکار میکنیم؟ داخل پرانتز اسپلیت میایم میگیم هر جا که اسپیس دیدی داخل کوتیشن یه دونه اسپیس میذاریم، اونجا جدا کن. حالا اینا رو کجا ذخیره کن؟ برای اینکه بگیم کجا ذخیره کن قبلش میتونیم اینو مشخص کنیم. اینجا من میام 2 تا متغیر جدید به نام first و last به این شکل تعریف میکنم و میگم داخلش اینا رو ذخیره کن. میبینید که من یک متغیر به نام first ذخیره کردم، یک کاما گذاشتم و تونستم یک متغیر دیگه به نام last ذخیره کنم. شما میتونید با کاما چندین متغیر رو توی یک خط ذخیره کنید. و دید کاری که میکنه میاد داخل نیم، هر مقداری داخلش ذخیره شده بود میگرده دنبال چیزی که اینجا بهش دادیم. یه دونه اسپیس رو ما اینجا دادیم بهش، گفتیم هر جا یه دونه اسپیس دیدی، اسپیس رو پیدا کرد، سمت چپش هرچی بود میرزه توی فرست، سمت راست اون اسپیس هرچی بود میرزه توی لاست. و من اینجا میتونم به جای اینکه نیم رو پرینت کنم فرست رو پرینت کنم. اینجوری فقط اسم کوچیک پرینت میشه و فامیلی دیگه پرینت نمیشه. بیایید من اینو اجرا کنم، یه سری اسپیس میزنم و میبینید که اسپیس ها که پاک میشه و حرف های کوچیک به حرف بزرگ تبدیل میشه و فقط هم اسم من رو اینجا پرینت کرد و دیگه فامیلیم رو برای من پرینت نکردش. این هم تمام متدهایی که راجع به مربوط به استرینگه و باید راجعش میدونستید. حالا میخوایم بریم با یک نوع داده دیگه شبیه. نوع داده چیه؟ استرینگ الان یک نوع داده هستش. میخوایم با یک نوع داده جدید هم آشنا بشیم و اون نوع داده اینت هستش، int، که مخفف اینتیجر یا عدد صحیح هست که در برنامه نویسی تمام اعداد نوع داده شون اینت یا همون عدد صحیح هستش. عددی که عدد صحیح هستن بهشون میگن اینت. عدد اعشاری جدا هستن که جلوتر به اونا هم میرسیم. و قبل از اینکه برنامه‌ای بنویسیم من اینجا این دکمه رو میزنم که ترمینالم بزرگ بشه و اینجا مینویسم پایتون بدون اینکه اسم هیچ فایلی رو جلوش بنویسم و اینتر میزنم. ببینید که یک جایی برای من باز شد که میتونم یه چیزی بنویسم. این چیه؟ این پایتون اینترپرتر هستش که اینجا میتونید شما کدهای پایتون بنویسید و همون لحظه خروجیشو ببینید، ولی کدایی که مینویسید ذخیره نمیشه و فقط واسه اینه که مثلا یه کدی رو میخواید تست کنید سریع خروجیشو ببینید و میتونید اینجا این کار رو انجام بدید. مثلا من بنویسم print hello world، کاما رو ببندیم، کوتیشن. البته میبینید که hello world رو برای من اینجا نوشتش. مثلا بگم 2 به علاوه 3، میبینید که مثل یک ماشین حساب داره برای من عمل میکنه. مثلا 5 به علاوه 6 میشه 11 و اینا هم اینتیجر بهشون میگن، عدد صحیح یا اینت بهشون گفته میشه و خروجی هم که میده باز اینت هستش، یک عدد صحیح هستش. و مثلا میگیم 2 منهای 3 میگه -1 و ضرب رو چجوری میگیم؟ میگیم 5 از ستاره استفاده میکنیم، ضرب در 2 میگه 10. برای تقسیم ما میتونیم بگیم برای مثال 16 تقسیم رو با اسلش نشون میدیم، تقسیم بر 2 میگه 8 و یک علامت دیگه ای هم داریم به نام با درصد نشون داده میشه. مثلا میگم 16 درصد 4 به من 0 رو میده. این درصده چیه؟ میاد 16 رو تقسیم بر 4 میکنه و باقی ماندهش رو به شما نشون میده. به جای اینکه خارج از قسمتش یا همون جواب رو نشون بده، باقی ماندهش رو به شما نشون میده. و اینم این پایتون اینترپرتر است که برای خارج شدن میتونید بنویسید exit پرانتز باز بسته یا اینکه کنترل دی رو کلیک کنید و خارج میشه. من دوباره ترمینالم رو کوچیک کنم و فایل hello.py رو هم میبندم و کاری که میخوام بکنم اینه که یک فایل جدید درست کنم
اسمشو میذارم calculator.py و همونطور که میبینید من از یک دستور جدیدی به نام کد استفاده کردم. دستور کد وقتی بنویسید کد و اسم فایلتون رو بنویسید میاد اون فایل اگر وجود داشته باشه بازش میکنه، اگر نه یه فایل جدید به اون نام براتون میسازه. اینطور رو که بزنم یک فایل به نام calculator.py برام باز میکنه و کنترل S رو که بزنم این فایل در این بخش هم نشون داده میشه بهم. و حالا قبل از اینکه شروع کنیم و کد زدن رو آغاز کنیم یه سری دستورات دیگه‌ای هم بهتون میخوام در واقع یاد بدم. داخل ترمینال ما یه سری دستور داریم که میتونیم استفاده کنیم. برای مثال من میتونم به چه شکل پوشه بسازم. کافیه بنویسم mkdir make directory، مخفف make directory هستش و جلوش اسم پوشه‌ای که میخوام، مثلا یک پوشه به نام hello برام درست و میبینید که این سمت یک پوشه به نام hello برام درست شد. برای اینکه داخل پوشه برم کافیه بنویسم cd و اسم پوشه‌ای که میخوام داخلش برم و از تب هم میتونید استفاده کنید، یعنی نصفشو نوشتید که بقیه‌شو خودش تکمیل کنه براتون. اینتر رو که بزنم میرم داخل پوشه hello. اگر دقت کنید داخل ترمینال من داخل هوش پرو بودم تا قبل این، الان داخل هوش پرو /hello هستم، یعنی داخل هوش پرو داخل پوشه hello هستم. و اینجا برای اینکه خب فایل بسازم از دستور کد استفاده میکنم. برای اینکه برگردم کافیه بنویسم cd یه پوشه برمیگردم عقب و دوباره برگشتم توی همین صفحه اصلی، یعنی همین پوشه اصلی که هوش پرو هست اسمش. و حالا برای اینکه اون پوشه رو پاک کنم از دستور rm استفاده میکنم و اگر که بنویسم hello به من یک اروری میده. ما باید از دستور rm استفاده کنیم ولی چون که hello یک پوشه هستش قبلش باید یک -r قرار بدیم و بعد hello رو بنویسیم اسم پوشمون، اون موقع پاکش میکنه. ولی خب واسه پاک کردن فایل ها -r رو نیاز نداره. این هم از این و فکر نمی کنم دیگه چیز خاصی باشه. یه چیز دیگه ای هم هست، مثلا من یه بار برنامه رو اجرا کنم hello.py و مثلا یه اسم بهش میدم، میخوام ترمینالم شلوغ شه. البته که یک اروری خوردیم که حالا بعداً بهش میپردازیم. یه بار دیگه اجرا میکنم و شلوغ شد. برای اینکه ترمینال رو پاک کنیم کاری که من تا الان انجام میدادم، شما میتونید یا بنویسید clear و اینتر بزنید ببینید که پاک میشه، یا کنترل L رو بزنید که همون کارو میکنه. کنترل L رو هم بزنید ترمینالتون رو براتون پاک میکنه. این هم یه سری دستورات ترمینال بود که گفتم بهتون بگم که باهاش آشنا بشید. خب حالا بریم که ادامه برنامه‌مون رو بنویسیم و کاری که میخوایم بکنیم اینه که 2 تا عدد رو در واقع بگیریم و اینا رو با هم جمع کنیم. برای این کار اول از همه من 2 تا متغیر فعلا درست میکنم به نام x که x رو میذارم 1 و y که اونم میذارم مقدارش رو برابر با 2 و کاری که میکنم یک متغیر به نام z تعریف میکنم و میگم مقدارش باشه x به علاوه y. دقت کنید که این 1 و 2 اینتیجر هستن و من دیگه از کوتیشن استفاده نکردم که به این شکل بنویسمش. اگر که به این شکل می نوشتمش اون موقع اینا می شدن استرینگ و ما استرینگ ها رو با هم نمیتونیم به اون شکل جمع کنیم که بگیم 1 به علاوه 2 3 میشه. برای همین باید به این شکل به صورت اینت یا عدد صحیح بنویسیمش. و کاری که الان میخوام انجام بدم اینه که بیام و اینا رو پرینت کنم. برای اینکه پرینتش کنم کافیه بیام این پایین و بنویسم پرینت و بگم 0 پرینت کنم. الان اگر که این برنامه رو اجرا کنم میگم پایتون، اسم برنامه‌مون چی بود؟ کلکیولیتور. من کل رو مینویسم، تب رو که بزنم ادامهش رو خودش برای من مینویسه و میبینید که عدد 3 رو به من برگردون. 1 به علاوه 2 3. خب حالا این برنامه خب ثابته، همون 1 و 2 رو فقط داره. بیاید چیکار کنیم؟ به جای 1 و 2 از کاربرمون عدد بگیریم. اینجا من یک اینپوت میذارم، با اینپوت خب ورودی رو میگرفتیم از کاربرمون. میگم what's x چیه؟ x رو وارد کن.
و به جای 2 هم یک اینپوت میذارم، میگم what's y چیه اونو وارد. حالا که برنامه‌مو اگر اجرا کنم و 1 و 3 رو بهش بدم، عدد 13 رو به من برگردوند. چرا این عدد 13 رو به من برگردوند؟ اگر که یادتون باشه ما توی قسمت قبلی یکی از روش‌های پرینت کردنمون این بود که هلو کاما رو بنویسیم و 1 به علاوه بذاریم، بعد متغیر نیممون رو بذاریم، اینا رو میچسبون به هم. اینم داره یه چنین کاری میکنه، داره 1 و 3 رو میچسبونه به هم، جمعشون نمیکنه. دلیلش چیه؟ باید بگم که تابع اینپوت، فانکشن اینپوت همیشه به این شکل کار میکنه که میاد و ورودی که گرفته رو به صورت استرینگ ذخیره میکنه. یعنی هر چی رو که گرفت به صورت استرینگ داخل X قرار میده و برای اینکه من این مشکل رو حل کنم باید اینا رو تبدیل کنم به اینت یا عدد صحیح. برای تبدیل کردنشون از یک تابعی دوباره به همین اسم اینت باید استفاده کنم. به چه شکل؟ من تو خط 4 کافیه بنویسم اینت داخل پرانتز x رو بهش بدم، این میاد و مقدار x رو تبدیل میکنه به عدد صحیح یا اینتیجر و y رو هم همینطور بهش میدم که تبدیلش کنه به عدد صحیح. و حالا اگر که این دفعه برنامه رو اجرا کنم 1 و 3 رو بهش بدم، به من 4 رو برمیگردونه و میبینید که اون مشکل ما برطرف شدش. و حالا این کار رو میتونیم خیلی ساده تر کنیم. ما اینجا یک متغیر زی ساختیم، اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم، میریزیم داخلش، بعدش پرینت میکنیم و دیگه ازش استفاده نمیکنیم. یعنی این متغیر یه جورایی میشه گفت اضافیه. ما میتونیم این متغیر رو حذف کنیم. من اینو حذف میکنم و کاری که میکنم اینه که این همین بالا که اینپوت رو دارم، اینپوت همو میذارم داخل تابع اینت به این شکل که یعنی اینپوت رو که گرفت همونجا تبدیلش کنه به عدد صحیح و بعد ذخیره‌اش کنه توی x یا توی y. و داخل پرینت هم میگم x به علاوه y، دیگه الکی متغیر سومی هم تعریف نمی‌کنم. حالا اگر که دوباره برنامه رو اجرا کنم و 1 و 5 رو بدم، این دفعه عدد 6 رو به من برمیگردونه. و این هم بودش از دیتا تایپ اینت. و حالا قراره با یک دیتا تایپ جدیدی به نام فلوت آشنا بشیم که فلوت در واقع همون عدد صحیح، عدد اعشاری هستش. یعنی عدد اعشاری رو بهش میگن فلوت، مثلا 1.5 1.7 و یه چنین اعدادی که برای اینکه ازشون استفاده کنیم من همین برنامه رو میخوام تغییر بدم و اینجا به جای اینکه تبدیلش کنم به اینت تبدیلش بکنم به فلوت، یعنی ورودی کاربرم رو به عدد اعشار تبدیلش کنم. و حالا که این کار رو بکنم چه اتفاقی میفته؟ من میتونم اعداد اعشاری رو به برنامه بدم 1 و 2 دهم به علاوه 3 که میشه 4 و 2 دهم. اگر که عدد معمولی، عدد صحیح هم بدم چه اتفاقی میفته؟ دوباره کار میکنه، فقط اینکه یک نقطه و صفر قرار میده چون نوعش تبدیل شده به عدد اعشاری، برای همین اون اعشارش هم حتما میذاره حتی اگر اعشار نداشته باشیم. و حالا اینجا من میخوام بیام چیکار کنم؟ تقسیم قرار بدم. و حالا میتونم بیام و مثلا بگم 2.567 تقسیم بر 8 یا بذارید بگم 1.5 که میبینید که میاد و اینو تقسیم میکنه و یک عدد اعشاری رو به من تحویلش میده. و اینم بود از اعداد اعشاری. و حالا کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که با یک تابع جدیدی به نام راوند آشنا بشیم. شما فرض کنید ما این دو تا عدد رو گرفتیم اینجا و حالا اینجا به جای اینکه تقسیم کنیم بیایید اینا رو جمع کنیم، x به علاوه y. و من اینو اجرا میکنم، میگم پایتون، اسم فایلمون هست calculator.py. 2 تا عدد بهش میدم، مثلا 2.76 به علاوه 2.794. این که میاد اینو برای من جمع میکنه
کاری که الان میخوام بکنم اینه که بیام و بهش بگم که این عدد رو که اومدی و جمع کردی روندش کن به نزدیکترین عدد صحیح روندش کن برای من. برای اینکه این کار رو انجام بدیم اینجا به جای اینکه بنویسیم x به علاوه y از یک تابعی به نام راوند استفاده میکنیم. به چه شکل؟ تابع رو صدا میکنیم میگیم راوند و داخل پرانتزهاش x به علاوه y رو مینویسیم. الان اگر که برنامه رو اجرا کنم و همون اعداد 2.76 و 2.794 رو بهش بدم، اینو برمیداره و به عدد بالاتر که 6 هست روند میکنه. یه بار دیگه اجرا کنیم. برای مثال 3.1 و 4.2 اینا رو میاد به 7 روند میکنه. 3 و 4 میشه 7. 3 دهم به 7 خب نزدیکتر به پایین گردش میکنه. با توجه به اینکه از نیم به بالا خب باشه به بالا گرد میشه، نیم به پایین و به عدد پایین ترش گرد میکنه. با تابع راوند میتونیم به این شکل این کار رو انجام بدیم. حالا بیایید چیکار کنیم؟ من این عدد رو دارم، حالا تابع راوندم هم برمیدارم. میخواید که ساده تر شه، میخوام یه جمع ساده داشته باشیم، بگیم x به علاوه y و اینو اجرا میکنم. مثلا دو تا عدد بزرگ بهش میدم، میگم 200,000 و 50,000 و میگه 250,000. حالا چون عدد صحیحه اینجا اینت قرار بدم بهتره که اون صفر آخرش نیاد، ولی خب حالا میذاریم باشه. میبینید که این اعداد به صورت پشت سر هم نوشته شده و ما توی خوندنش ممکنه یه وقتی اشتباه کنیم چون خوانایش خوب نیست. ما میتونیم با یک راه حلی کاری کنیم که وقتی این جمع انجام شد بگیم سه رقم جوری که توی دنیای واقعی هم جدا میکنیم، بیاد اینو برای ما جدا کنیم که بتونیم راحت بخونیم اینو. اول از همه اینا رو تبدیل میکنم به اینت که اون اعشار آخرش رو نداشته باشیم، چون فقط میخوایم اعداد صحیح رو جمع کنیم دیگه. و حالا اینجا میام چیکار میکنم؟ به جای اینکه جمعشون کنم یه دونه متغیر به نام z درست میکنم، داخلش برای اینکه ساده ترشه متغیر میذارم. x به علاوه y رو میریزم، یعنی جمع x و y رو گرفتیم جمعشون میکنیم، میریزیم داخل متغیر z و اینجا از فرمت استرینگ استفاده میکنیم. یه f میذارم، استرینگم رو قرار میدم کوتیشناشو و اینجا چیکار میکنم؟ داخل آکولاد مینویسم z 2.y. این سینتکسش نوشتارش یه خورده سخته و ممکنه از یادتون بره، اصلا اشکالی نداره. حتی برنامه نویسای حرفه‌ایش هم یه چنین چیزایی رو خیلی وقتا میرن نگاه میکنن، یادشون میره یعنی. پس اگر که فکر میکنین سخته و یادتون نمیمونه شما تنها نیستید. حتی خود منم خیلی چیزای اینجوری رو یادم نمیمونه، چون زبان به زبان وقتی تغییر میکنه از پایتون میرید روی زبان دیگه خب سینتکس عوض میشه و کلا ممکنه یه سری چیزا رو فراموش کنید. اگه خب شما مفهومش رو یاد بگیرید این مهمه که یعنی اگر اینو دیدید بدونید دقیقاً چیکار میکنه. شما این کد رو که بنویسید و الان اجرا کنیم، بیایید دو تا عدد بریزیم 200,000 با 50,000. 250 رو ببینید که با کاما اینجوری جدا کرد، سه تا. به جای کاما آندرلاین هم اگر بذاریم 200,000 و 50,000 با آندرلاین هم جدا میکنه. با توجه به سلیقه‌تون میتونید یکی از اینها رو قرار بدید. خب حالا بیایید این کد رو برگردونیم به کدوم حالت. اینو من فلوت دوباره قرار بدم، میخوایم عدد اعشاری بگیریم و کاری که من میخوام بکنم اینه که اینجا یه تقسیم انجام بدم و این فرمت استرینگ هم دیگه برمیدارم، همینجوری فقط 0 پرینت میکنم. و حالا اگر که دو تا عدد بهش بدم با در 4.234 یه عددی با اعشار زیاد دادم که ببینیم چجوری میشه. این جواب تقسیم ماه و میبینید که این به تعداد زیادی اعشار اینجا داره بهمون نشون میده.
این تعداد اعشاریه که در واقع این به ما نشون میده، ولی ما میتونیم اینو تغییر بدیم، یعنی بگیم که مثلا تا 2 رقم اعشار به من نشون بده. برای این کار چیکار باید کنیم؟ دوباره از همون تابع راوند که باش کار کردیم استفاده میکنیم. اینجا من مینویسم راوند و داخل پرانتزهاش x تقسیم بر y رو قرار میدم و یه دونه کاما میذارم و به عنوان ورودی دوم تعداد اون اعشاری که من میخوام ببینم و میرم، مثلا میگم تا 2 رقم اعشار نشون بده به این شکل. و الان اگر که دوباره اجراش کنم، همونا رو بدم 2 ممیز 57 69 دومیش 4 ممیز 23 45، میبینید که اومد فقط 61 رو نشون داد و برای من اومد اینو تا 2 رقم اعشار نشونم داد. به این شکل میبینید که میتونیم بیایم و ارقامی که میخوایم تعداد اعشارش رو مدیریت کنیم و بگیم چند تا اعشار به من نشون بده. این کار رو به یه شکل دیگه هم میتونیم انجامش بدیم. اینجا همون z تقسیم بر x تقسیم بر y رو بنویسیم و اینجا از همون فرمتد استرینگ استفاده کنیم. یه f میذاریم، دابل کوتیشنمون رو قرار میدیم و اینجا میگم z 2.2f، اینا رو داخل آکولات بذاریم اینجوری. میگم بیا توی خط 4x رو تقسیم بر y کن، بریز توی z و جوابش رو اینجا گفتم که نشون بده و 2 نقطه گذاشتم، گفتم نقطه 2f، یعنی بیا با 2 رقم اعشار نشونم بده. به این شکل هم میتونید اینو انجام بدید. خب تا اینجا اومدیم ما با اعداد صحیح و اعداد اعشاری کار کردیم. حالا کار بعدی که میخوایم بکنیم چیه؟ بیایید برگردیم به همین فایل قبلیمون hello.py و اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ اسمو از کاربرمون گرفتیم و بهش سلام کردیم، گفتیم hello کاما و اسمش هر چیزی که بود. میخوایم ما بیایم و چیکار کنیم؟ همون کار رو انجام بدیم. مثلا یه نیمی رو بگیریم از کاربر، سادهش کنم، چیزای اضافه رو پاک کردم که ساده ترین حالتش باشه. What's your name؟ و کاری که میخوایم بکنیم اینه که خوب میشد مثلا یه تابعی به نام هلو وجود داشت که خودش بیاد بگه سلام، دیگه من سلام رو پرینت نکنم، کلمه هلو رو پرینت نکنم و بعدش حالا بیایم من خودم مثلا اسم کاربرم رو بعدش پرینت کنم، یعنی هلو خودش بیاد بنویسه هلو و بعدش من اسم کاربرم رو خودم پرینت کنم. خب باید بگم که شما میتونید هر تابعی که خواستید به هر اسمی درست کنید و تعریف کنید که چه کاری انجام بده و برای این کار کافیه که اون تابع رو تعریف کنید. من فعلا میام این بالا و یک تابع به نام هلو که میخوام داشته باشم رو تعریف میکنم. به چه شکل؟ کافی از کلمه کلیدی def استفاده کنیم مخفف define و برای تعریف کردن فانکشن یا تابع استفاده میشه. اسم تابعتون رو باید بنویسید بعدش. من تابع میخوام اسمش باشه هلو دیگه، پس مینویسم هلو و اینجا پرانتزاشو قرار میدم، 1 2 نقطه میذارم و 1 اینتر میزنم، میام خط بعد. حالا باید اینجا تعریف کنم که این تابع من چیکار میخواد کنه. قرار شد تابع هلو هر وقت که صداش زدیم پرینت کنه هلو، پرینت کنه کلمه هلو رو. یه خورده جمله بندیش سخت شد. بیایید همین رو بهش بگیم دیگه. گفتیم هر وقت که تابع صدا زده شد پرینت کنه هلو. حالا اگر دقت کنید من گفتم تابع هلو رو اینجا تعریف کردم، خط بعدش اومدم گفتم این تابع چی کار میکنه، یعنی اینجا که صداش زدم چی کار بکنه. و اگر دقت کنید من اینجا 4 تا فاصله گذاشتم. این دلیلش چیه؟ شما یک کدی که زیر مجموعه یک کد دیگه هست رو باید با فاصله یا ایندنتیشن مشخص کنید. الان این دستور پرینت من زیر مجموعه تابع هلو هستش، یعنی واسه تابع هلو هست. و اینجا چه اتفاقی افتاده؟ من اومدم تابع هلو رو تعریف کردم، گفتم تابع هلو هر وقت صدا زده شد پرینت کنه هلو و اینجا اجرا نمیشه، فقط تعریفش کردم. به برنامه‌ام گفتم آقا یه تابع هلو داری و کارش اینه. و کی اجرا میشه؟
توی خط پنجم یعنی خط چهارم اول اسم کاربرم رو میگیرم، بعد توی خط پنجم گفتم تابع هلو بیا اجرا شو. اینجا میاد این خط رو اجرا میکنه، یعنی خط 5 وقتی صداش کردم میاد زیر مجموعش هرچی نوشته باشم، اینجا یه خط نوشتم پرینت کن هلو، 10 خط نوشته باشم، 100 خط نوشته باشم تو تابعم، میاد اونا رو اجرا میکنه برای من. و گفتم بیا پرینت کن هلو، بعدش هم پرینت کردم اسم کاربرم رو. بیایید اینو اجرا کنیم. من می‌نویسم پایتون hello.py و یک اسم بهش میدم، اسم خودم رو بهش میدم و میگه هلو موین. خب یه خورده ظاهرش خوب نیست هر کدوم توی یک خطه که قراره بهترش کنیم. ولی خب قبل از اینکه بهترش کنیم بیایید ببینیم اصلا تابع نوشتن چه خوبی داره. من الان چرا تابع نوشتم؟ کارم رو زیاد کردم. خب اون اول من همونجا پرینت میکردم، مستقیم هلو رو مینوشتم. خب شما تابع بنویسید خوبیش اینه که یه سری کداتون رو شاید بخواید چند بار استفاده کنید، به جای اینکه کپی پیستش کنید یه بار مینویسیدش و فقط صداش میزنید. من مثلا اینجا هلو رو صدا زدم، بعدش نیم رو نوشتم. فرض کنید دوباره بعدش خواستم یه بار دیگه هم یه هلو بنویسم، کافیه فقط تابعم رو صدا کنم و این کار رو انجام میده. دیگه نیازی نیست بیام پرینت کنم و بنویسم هلو. بعد حالا فرض کنید بازم بخوام اینو تو برنامه‌ام اجرا کنم، یه ذره جلوتر برنامه‌ام دوباره اینو بخوام، به جای اینکه کپی پیست کنم، حالا این یه خطه، یه پرینت هلو ورده، فرض کنید 6 خط 7 خط کده، چند بار میخواید استفاده کنید، به جای اینکه کپی پیستش کنید میتونید داخل یه تابع بنویسیدش، فقط اسم اون تابع رو صدا کنید و اون کدا اجرا میشه. حالا کاری که میخوایم بکنیم اینه که بیایم چه کاریه اینجا اسمو پرینت کردیم، اسممونم بدیم به خود تابع هلو، خودش هلو رو پرینت کرد اسم رو هم پرینت کنه. به چه شکل؟ تابع های دیگر رو یادتونه دیگه، همه تابع ها مثلا این پرینتمون یه ورودی میگیره و ورودیشو پرینت میکنه، این اینپوت ورودی میگیره پرینتش میکنه منتظر جواب میمونه. ما میتونیم به تابع خودمون هم ورودی بدیم، مثلا من این نیم رو اینجا بهش به عنوان ورودی بدم و این بتونه اینو پرینت کنه. و حالا برای اینکه این ورودی رو اینجا استفاده کنیم باید چیکار کنیم؟ باید اینجا تعریف کنیم، بگیم من یه ورودی دارم دریافت میکنم و اینجا واسهش یه اسمی بذارم، اسمشو میذارم تو، هلو تو، از نظر گرامری معنی میده. هر اسمی خواستید بذارید، x بذارید، y بذارید، همون اسم نیم رو بذارید که اینجا متغیر رو داریم بهش میدیم، هم اسم باشه مهم نیست، هر اسمی خواستید اینجا واسهش میذارید که من میذارم تو. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ من توی خط 5 وقتی نیم رو به عنوان ورودی به تابعم میدم، این میاد اسمش رو تغییر میده، در واقع مقدارش رو میاد میریزه توی متغیری به نام تو، این متغیری که اینجا تعریف کردم، هر اسمی که شما گذاشتید. و میتونم از این داخل تابعم استفاده کنم، مثلا اینجا بگم نوشتی هلو، بعدش یک کاما بذار و بعدش مثلا به چه شکل اف استرینگش میکنم، میگم بعدش بنویس تو و میام این کدی که اول قسمت اول نوشته بودیم رو اینجا نوشتم، ولی اینجا تفاوتش اینه که از متغیر تو استفاده کردم و این تو مقدارش وقتی مشخص میشه که از تابع بخوایم استفاده کنیم. اینجا تابع رو صدا زدم و مقدار تو رو براش فرستادم، گفتم تو مقدارش رو برابر بذار با این نیمی که اینجا از کاربر گرفتی. الان اگر که اجراش کنم، اسممو بهش میدم، میبینید که به خوبی داره کار میکنه. و الان من فرض کنید یه نیم گرفتم، جلوتر یه اسم دیگه هم بگیرم میخوام پرینت کنم، کافیه تابعم رو صدا بزنم و اون اسم رو بهش بدم، مثلا علی. دوباره میخوام یه اسم دیگه رو بهش سلام کنم، دیوید. جلوتر دوباره میخوام یه سلام کنم، به کی؟ به هری. و الان اگر که برنامه رو اجرا کنم، اینا رو حالا همینجوری نوشتم دیگه، با اینپوت نگرفتمش. ببینید اولی رو که با اینپوت میدیدم، بقیه هم به این شکل نوشتم. شما دیگه نیازی نیست بیاید این خط کد رو در واقع هی کپی پیست کنید، واسه هر کدوم از اسما این خط رو کپی پیست کنیم، دیگه نیازی به این نداریم. فقط تابعمون رو به این شکل صدا میزنیم و هر بار هر اسمی رو که میخوایم بهش هلو بگیم، سلام کنیم، بهش میدیم به عنوان ورودی. حالا اینجا یه خط زیاد
مشخص نیست. ولی خب فرض کنید شما بیشتر از یک خط کد رو بخواید چند بار استفاده کنید، خب اونجاست که این تابع خیلی کمک کننده هستش بهتون. و تا اینجا اومدیم، پس این تابع هلو رو ساختیم و حالا اگر که من دوبار استفاده کنم ازش، بار دوم بهش نیم رو ندم ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی تو رو مشخص نکنم مقدارش چیه، ببینیم چی میشه اگر که هلو نه اسممو بنویسم. ببینیم که یک اروری میده و به هم داره میگه که این تو رو مقدارش رو مشخص نکردم. و برای اینکه به این ارور نخوریم شاید یه وقت مثلا اسمی نداشته باشیم، بخوایم بگیم هلو ورلد، همجوری سلام کنیم بگیم سلام دنیا. برای اینکه به این ارور نخورم من میتونم جلوی این تو چیکار کنم؟ یه مساوی بذارم و اینجا یک مقدار دیفالت براش تعریف کنم، میذارم ورلد، که اگر تو رو مشخص نکردم وسط از این مقدار استفاده کن. و الان اگر که برنامه رو اجرا کنم، این دفعه به جای اینکه به ارور بخورم اجرا میشه. بار اول خب اسممو بهش دادم، به اون سلام میکنه. بار دوم که هیچ اسمی بهش ندادم میگه هلو ورلد و به این شکل داره کار میکنه. اینم از تابع هلو ما. حالا یک ایرادی که برنامه‌مون داره چیه؟ خب ما اینو اومدیم در واقع نوشتیم. اگر دقت کنید من تابع هلو رو کجا تعریف کردم؟ بالای برنامه. فرض کنید من بخوام یه تابع دیگه بنویسم، میام این بالا دوباره تعریف میکنم و این بده دیگه. خب داریم برعکس کد میزنیم، کد اصلیمون این پایینه، بعد تابع هامون داره میره بالا. حالا چرا این کارو کردم؟ بیایید ببریمش پایینه برنامه‌مون. خب بهترش اینه که به این شکل باشه دیگه، تابع هامون بیاد پایین که کدامون به پایینی بره دیگه. و الان اگر که برنامه رو اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. به ارور خوردیم و داره میگه که hello is not defined. Did you mean help؟ میگه hello تعریف نشده، منظورت help بود. help دستور خود پایتونه که کمک بگیریم ازش. ولی خب در کل داره میگه که hello تعریف نشده و اینجا هم زردش کرده برای من. و دلیلش چیه که اینجوری شده؟ دلیلش اینه که برنامه‌های ما خط به خط اجرا میشن، خط 1، خط 2، خط 3 و همینجوری تا آخر اجرا میشه. و ما اومدیم گفتیم تو خط دوم تابع هلو رو صدا زدیم، گفتیم بیا کارتو انجام بده، هر کاری که باید انجام بدی رو انجام بده. ولی خب برنامه میگه وایسا ببینم تابع هلو چیه، من تابع هلویی نمیشناسم. چرا؟ چون تابع هلو رو ما اینجا تو خط 7 و 8 معرفی کردیم، هنوز برنامه‌مون به معرفیش نرسیده که بدون هلو چی کار میکنه و به همین دلیل به این ارور میخوریم. و قبلتر هم گفتیم که اونجوری بیاریمش بالا، خب برعکس داریم برنامه نویسی میکنیم. اگر دقت کنید اگر مثلا 3 تا تابع بخوایم بنویسیم، هر سه‌تاش میاد بالا، کدای اصلیمون میره پایین. اونجوری هم خوب نیست دیگه. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که بیایم یک تابعی اول از همه به نام مین تعریف کنیم که کدهای اصلیمون رو داخلش بنویسیم. و این کدای اصلیم که این 3 خط هست رو باید بیارم زیر مجموعه این. الان یه اروری داریم اینجا، خط قرمز کشیده زیرش. دلیلش چیه؟ گفتم که کدهایی که زیر مجموعه یه کد دیگه است، مثلا این 3 خط زیر مجموعه تابع مین باید باشه، اینا باید 1 تب یا 4 تا فاصله بیان جلوتر به این شکل. و الان دیگه ارورش برطرف میشه. یه خورده اگه صبر کنیم، حالا سیو نکردم، سیوش کنیم، این ارورش برطرف میشه. و اگر که در واقع اون ایندنتیشن رو نذاریم، حالا نمیدونم چرا وی اس کد من باگ خورده و اینو هنوز داره ارور میگیره. بگه باید ببندمش، همچنان داره ارور میگیره. بذارید که ببینم. آها، من پرانتزاشو فراموش کردم. میگم چرا پرانتزای مین رو فراموش کردم بذارم. الان میبینید که داره به خوبی در واقع کار میکنه، یعنی هیچ اروری نشون نمیده. ما اومدیم اینو چیکار کردیم؟ پس اومدیم یک تابع به نام مین درست کردیم، کدای اصلیمون رو داخلش گذاشتیم. حالا این چه کمکی میکنه؟ من گفتم که وقتی تابع رو معرفی میکنید به این شکل، تابع اجرا نمیشه، فقط به برنامه‌تون دارید میگین من یه تابع به نام هلو دارم، من یه تابع به نام مین دارم و کارش اینه. و برنامه‌تون میگه آها خب من فهمیدم، اگر یه جا این تابع رو صدا بکنیم میدونم باید چیکار کنم. و به این شکل اگر بنویسید، اول برنامه‌تون اومده
با تابع هاتون آشنا شده و آخر برنامه‌تون میتونید بیاید بگید چی؟ مین. تابع مینمو اجرا کن. یعنی اول تابع برنامه‌تون بیاد همه تابع هاتون رو باهاش آشنا بشه، در نهایت به آخر برنامه که رسید بیاد و تابع مینتون اجرا بشه. تابع مینتون هم کدای اصلیتون بود دیگه. الان اگر که این کار رو کنیم دیگه به ارور نمیخوریم. میبینید که به خوبی داره کار میکنه و هر تابع جدیدی هم بخوایم درست کنیم میتونیم این زیر به پایینی بیایم تعریف کنیم دیگه، نمیخواد بالای کدمون باشه. مثلا اینجا یه دفعه گودبای میتونم تعریف کنم و بنویسمش و همونطور که دیدید این مشکلمونم حل شدش. حالا بیایید چیکار کنیم؟ برگردیم به این برنامه کلکیولیتور و اینم واسش یه تابع بنویسیم. من اینو کلا پاک میکنم و کاری که میخوام بکنم اول از همه یه تابع مین قرار شد همیشه تعریف کنیم و داخلش میخوام یک عددی رو بگیرم از کاربرم. x رو از کاربر دریافت میکنم، تبدیلش میکنم به عدد صحیح و داخلش میگم what's x چیه؟ x رو وارد کنه و این میاد اینو میگیره. حالا کاری که میخوام بکنم بیام اینو در واقع جذرش رو توان دوش رو حساب کنم. یعنی هر عددی که کاربر بهم داد ضرب در 2 کنم و توان دوش میشه ضرب در 2 دیگه، مربعش در واقع. اینو بیام حساب کنم. به چه شکل؟ میخوام از تابع استفاده کنم. مثلا پرینت کنم بگم x squared is و بعدش از یک تابعی به نام همین اسکوئر استفاده کنم که هنوز ننوشتمش. اسکوئر استفاده کنم و چی رو بهش بدم؟ x رو بهش بدم، بگم اسکوئر x رو حساب کن و اینجا پرینتش کردم دیگه. خود تابع رو پرینت کردم. حالا این تابع رو باید بنویسیم دیگه. الان زیرش زرده میگه چنین تابعی نداریم. برای اینکه بنویسیمش من میام یک تابعی به نام اسکوئر تعریف میکنم و اینجا x رو بهش دادم، یعنی یه دونه ورودی میگیره. برای اینکه بگم که یه دونه ورودی میگیره اینجا باید براش اسم بذارم. اسمشو میذارم n و حالا یه 2 نقطه میذارم و زیر مجموعش میام چیکار میکنم؟ توان دوش رو حساب میکنم. توان دو یعنی چی؟ یعنی اسمشو گذاشتم n، حالا هر چی خواستید بذارید. n ضرب در n ضرب در خودش و اینو باید برگردونم. اینجا قرار پرینتش کنه. برای اینکه بگم n ضرب در n رو حساب کن و مقدارش هرچی شد رو برگردون جایی که تابع صدا زده شده، یعنی برگرده اینجا و پرینت بشه. برای این کار قبلش یک ریترن می نویسم و این میاد n رو ضرب در n میکنه. n چیه؟ این ورودی کاربرمون رو اینجا فرستید. هر عددی بود رو ضرب در خودش میکنه و هر چی به دست آورد رو برمیگردونه جایی که از تابع اسکوئر استفاده شده. الان اگر که اجراش کنم و برنامه هلو رو اجرا کردم، python calculator.py، میبینید که اجرا نشد. دلیلش چیه؟ من تابع مین رو در نهایت صدا باید میزدم و این کار رو انجام ندادم و الان میبینید که کار میکنه. مثلا 2 رو بهش بدم میگه x squared is 4. 2 ضرب در 2 هم میشه 4 و میبینید که به خوبی داره کار میکنه. ما این کار رو میتونیم با تابع پا هم انجام بدیم، POW، و عددمون رو بهش میدیم به عنوان ورودی اول و میخوایم به توان 2 برسونیمش. عدد 2 رو قرار میدیم. به توان 3 اگر بخوایم برسونیم 3 رو قرار میدیم. به این شکل میتونیم به توان برسونیم. یه روش دیگه شه. و الان مثلا 2 رو بهش بدم باز 4 رو بهم برمیگردونه، یا 3 رو بهش بدم 9 رو بهم برمیگردونه.